بسم الله الرحمن الرحیم. برادر اخوارای عزیز، امروز کم معلومات راجع به جنگ اسرائیل و ایران براتان بدم. قبل از اینکه راجع به ایران اسرائیل صحبت کنم، یک حقیقتی که در گذشته اتفاق افتاده او را بیان میکنم. از این باز خودتان نتیجه گیری کنین. وقتی که جنگ دوم جهانی شروع میشه، دولت آلمان یا همون کشور جرمنی بسیار قدرت زیاد داشت. در قدم اول قدرتشی بود که بیش از حد دانشمند داشتند، یعنی به نهایت دانشمندای عالی فوق‌العاده زبردست که میتونستند دنیا را هزاران سال پیش ببره به جلو، به ترقی و پیشرفت. یکی یعنی هر روز هر ساعت اختراعات عجیب غریب، اختراعات که دنیا را تکان میدادن داشتن، چی از لحاظ ساخت ساز اسلحه، تکنولوژی های متفاوت، مواد شیمیایی، کیمیایی و خیلی کشفیات های دیگه. یعنی هر رقم سیاسی، نظامی، اقتصادی از تمام لحاظ به نهایت خارق‌العاده اکتشافات داشتند که حتی در اون زمان دست پیدا کرده بودن تغییر چهره انسانه. یعنی اولین کسانی بودن که عمل جراحی، یعنی از اینجا صورت یک شخص برداشتن در صورت شخص دیگه پیوند زدن، که این به نهایت یک دستاورد بزرگ است که اونا داشتن. فرض مثال سفر در زمان، مشقاق پرنده، اسلحه‌های خیلی عجیب، داروهای خیلی عجیب، فرکانس که فرض مثال حال ما تازه چند سال است که مردم به نام فرکانس هیچ چیزا گفته رایسته. اونا انواع اقسام فرکانس ها را کشف کرده بودن، استفاده میکردن در جنگ، غیر جنگ. انسان ها را تکنولوژی های را دست پیدا کرده بود که انسان سیاه را به سفید تبدیل میکردن، یعنی تغییر شکل اتومات با توسط فرکانس چیز تغییر میداد، سیاه را سفید جور میکرد. خیلی یکی همین نابغه نظامی جهان که البته تا به خودش ندیده بود، هتلر بود. دوم برندگی، یعنی چیزی بردشان چی بود که چندین دانه مشقاق پرنده فرازمین ها در دستشان افتاده بود و با سرنشین، بدون سرنشین، که با البته با یکیشان که اون سرنشین دار بود، یعنی کمک میشند اونا را روابط دوستانه ارتباط برقرار میکنند. خیلی تکنولوژی و خیلی کمک های زیاد به دولت آلمان و زمان کردن. زیاد کارهای دیگه هست که حالا که نمیشه در این ویدیوی کوتاه آدم تشریح بده. ایران دیدین که چی بالای سر آلمان آوردن، محو نابود شده که امروز حتی نفس کشیدن نمیتونند، را محوشت. گرچه که از لحاظ نظامی شکست نخورده، یعنی دوباره برمیگرده، اما یک گروه ارتششان که باقی مانده، یعنی زنده هستند، به جای مانده، پیشرفت کردن، ترقی کردن، خیلی کار کردن، اونا باز برمیگرده.
از در لحاظ سیاسی و چیز شکست خوردن، چه بالای سرش آمده. حالا ایران رو مقایسه کنین، ایران بنده خدا هیچ چیز نیست، زیاد پکنه کنین، شولور نکنین آتش جنگ، آتش نابودی را. ایران بنده خدا هیچ چیز نیست، نکنین، به نفع هیچ کس نیست. خدا نگهدارتون.